چیزای غلطی که در مورد خودکشی نباید بگیم. اون که میخواد جلب توجه کنه، بابا ولش کن، اون میخواد فقط دیده شه. این بیرحمانه ترین عبارتیه که میتونیم به کسی که میخواد خودکشی کنه یا خودکشی کرده نسبت بدیم. انگار نیاز به دیده شدن غلطه و باید تنبیه بشه. عزیزم، اگر یه نفر به این نقطه رسیده یا به این لحظه رسیده که برای اینکه توجه یک نفر دیگه یا یک جمع دیگر رو به سمت خودش داشته باشه نیاز به از بین بردن خودش داره، اون آدم حتما باید درمان شه. ما توی روانشناسی عنوانی داریم به اسم Cry for Help. این با جلب توجه فرق میکنه. هر فکر به خودکشی رو با برچسب جلب توجه بی اهمیت نکن. کار ما کمک کردنه، نه تحقیر کردن. ما باید بگیم که اون آدم کمک خواستن رو بلد نیست، نه اینکه قضاوتش کنیم و بزنیمش.